سلام بینندگان گرامی، سرخطی رویدادها از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. ساعت به وقت دوشنبه 14 و در شهر پراگ 10 است. در برنامه امروز درباره سفر رئیس جمهور به ولایت ختلان، پیام آقاخان چهار به پیروانش، سفر میری شهر تاشکند به دوشنبه و حبس مهاجری کاری برای آزار و اذیت همجنسگرای تاجیک در مسکو برایتان خواهیم گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 مارت با سفر کاری به ولایت ختلان رفته است. مقامات هدف از این سفر امام علی رحمان را شناسایی با جریان آمادگی‌ها به جشن استقلال و آشنایی با وضع مردم گفتند. با اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت امام علی رحمان در نیمه اول روز در مراسم افتتاحی کالج طبی اینوواسیونی، کارخانه استحصال شیفر و با استفاده دادن کارخانه استحصال دوچرخه و جوراب شرکت سامان رسول در شهر باختر اشتراک ورزید. طبق اطلاع منبع‌های رادیو آزادی قرار است امام علی رحمان در این سفر از برخی نواحی دیگر ولایت ختلان نیز بازدید نماید. سفر امام علی رحمان به ختلان در پس منظر خبرها درباره وضع سلامتی او صورت میگیرد، اما سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح شریفزاده روز 22 مارت به رادیو آزادی گفت سلامتی پرزیدنت امام علی رحمان خوب است. فانون بانک، یکی از دو بانکی سال 2017 مفلس اعلان شده تاجیکستان، اولین شده پول همه مشتریانش را برگرداند. در این باره خبرگزاری فرغانه با استناد به منبع‌هایش در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه خبر داده است. بانک سابق فانون بانک در 4 سال گذشته به صاحبان تمام دپازیت‌ها پس‌اندازهایشان را برگردانده است. مبلغ قرض بانک در ماه فوریه سال 2017 حدوداً 71.5 میلیون سومانی معادل 8.5 میلیون دلار با قرب آن وقت بود. دو شرکت بزرگی که فانون بانک مبلغ‌های آنها را برگرداندن نتوانست، راضی شدند که به جای پول مال و ملک غیر منقول بگیرند و دادگاه درباره به اختیار آنها سپردن یک قسم مال و ملک بانک قرار قبول کرده است. قرض‌های خورده به مبلغ از 30 تا 50 دلار باقی ماندند که آنها نیز روزهای نزدیک پرداخت خواهند شد، خبر داده است این منبع. تاج پرام بانک، بانک دومی که 4 سال پیش در تاجیکستان کساد شد، هنوز پسنداز مردم را پورا بازگردانده نتوانسته است. بحران اقتصادی سالهای 2014-2015 به نظام بانکی تاجیکستان ضربه جدی زد. به خصوص 4 تشکیلات مالیوی از جمله 2 بانک بزرگ اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک و 2 بانک میانه فانون بانک و تاج پرام بانک در وضع خیلی ناگوار قرار گرفتند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به مقامداران امریکایی و طالبان یک طرح نوی صلح در این کشور را مطرح نموده است که بر اساس آن در 6 ماه و یا 1 سال آینده در افغانستان انتخابات پرزیدنتی دایر خواهد شد. یک منصبدار افغان در این باره به رادیو آزادی اطلاع داد. به قول او این پیشنهاد در حال عملی می شود که حکومت افغانستان و طالبان سازش صلح را به امضا رسانند. پیش بینی می شود که پرزیدنت افغانستان این طرح را در ماه اپریل در کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان در ترکیه معرفی خواهد کرد. تا حال منصبداران امریکایی درباره پیشنهاد رهبر افغان چیزی نگفتند. سخنگوی طالبان افغان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت که این جنبش بعد آموزش طرح نظر خود را آشکار خواهد کرد. بنابر سازش امریکا و طالبان که ماه فوریه سال 2020 در قطر به امضا رسیده است، سربازان امریکایی باید تا 1 می سال 2021 از افغانستان بیرون شوند. اخیراً پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن ابراز داشت که مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان خیلی سست پیش می رود. از این رو بیرون شدن سربازان امریکایی تا 1 می دشوار خواهد بود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. میری شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جهانگیر آرتیق‌خواجاєف با یک سفر رسمی به دوشنبه آمده است. سامانه رسمی حکومت شهر دوشنبه نوشت آرتیق‌خواجاєف روز 23 مارت به دوشنبه آمده با رستم امام علی رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی دیدار و ملاقات داشت. گفته می شود در این ملاقات میری شهر دوشنبه و تاشکند مسئله های براه ماندن تماس و مکالمه منتظم جهتی تبادل تجربه در ساحه شهرداری و رشد انفراساختار، تطبیق لایحه‌های مشترک همکاری ها و برنامه‌های روابط فرهنگی و گومانیتری را بررسی کردند. در ادامه روز به میری تاشکند کار و فعالیت شرکت تولید آبهای تشنه‌شکن سیامه را در شهر دوشنبه نمایش دادند. روابط دوشنبه و تاشکند بعد از مرگ پرزیدنت اول ازبکستان اسلام کریموف و سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف عادی و رجای ویزا بیکار گشت. حالا بنابر محدودیت‌های پاندمی رو آب با راه زمینی میان دو کشور هنوز محدود است.
دادگاه ناحیه شربینکه شهر مسکو شهروند تاجیکستان شهرت سلیموف را با جرم حمله و لطوکوبی همجنسگرایان به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. در این باره پایگاه بام.com در تکیه به سازمان حامی حقوق انسان استیمول در مسکو خبر داد. استیمول یک سازمان حامی حقوق همجنسگرایان مسکو گفت شهرت سلیموف یک شهروند تاجیکستان با شریکانش با یک همجنسگرای زاده آسیای میانه با نام شرطی علی در یک گروه اقلیت‌های جنسی در ادنا کلاسیک شناخته شده آنها را شدیداً لطوکوب کرده مجبور کردند که در ویدیو کامera از همجنسگرایی خود توبه کند. آنها کردار علی را شرمندگی برای مسلمانان نامیده ثبت او را به خویش و تبارش فرستادند و پول و 2 تلفن او را گرفته گفتند وقتی پول و تلفنش را برمیگردانند که او به مسجد پراسپکت میرا آمده نماز خوان شود. ولی علی به جای مسجد به سازمان استیمول و سپس به پلیس مراجعت کرده است. دادگاه شربینکه شهرت سلیموف را در عضویت به گروه جنایتی که همجنسگرایان را حمله کرده است گناهکار شناخت و با 4 سال و 6 ماه زندانی نظامش پرزور محکوم نمود. شاه کریم آقاخان 4 پیشوای اسماعیل مذهبان جهان از پیروانش دعوت کرد واکسینه بیماری کووید 19 را بگیرند. او در یک مراجعه به مردم اسماعیلی مذهب گفته است به خبرهای بردروغ درباره زیان آور بودن واکسینه باور نکنند و بر طبق دستورهای نهادهای تندرستی کشورهایشان برای گرفتن واکسینه رفتار نمایند. مراجعت نامه او که بخشیده به جشن نوروز نیز هست در صحیفه فیسبوکی سازمان جمعیتی نور یک سازمان پیروان مذهب اسماعیلیه نشر شده است. در تاجیکستان اندک بیشتر از 200,000 نفر و اکثرا ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان اسماعیلی مذهب هستند. در کشور واکسین زنی بر ضد کووید 19 رسما از روز 22 مارس آغاز یافت و طبیبان اولین شده این واکسینه را گرفتند. تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان ادامه دارد. ساکنان با تشبث خود سرجم شده و مثل سالهای گذشته غذاهای مختلف بهاری آماده می کنند. برای کودکان خانه عیدانه آراسته برایشان تحفه و شیرینی ها نیز تقدیم می کنند. امروز در محله کنستیتوسیون شهر دوشنبه ساکنان پس از یک سال دشوار و پرهراس بیماری کووید 19 به کوچه ها برآمده خانه نوروزی تهیه کردند. به خصوص کودکان در این مراسم صدر محفل بودند. به قول آنها سال گذشته در این روزهای نوروزی حتی به کودکانشان اجازه نمیدادند که به کوچه برایند. سومنک و آشی بریده، پلو و دیگر غذاهای ملی سبی خانه نوروزی ساکنان این محله بود. کودکان سرود و ترانه میخوانند، یکجا با بزرگسالان میرقصند و دعا میکردند که شادی و نشاطشان دائمی باشد و دیگر کدام یک پاندمی دنبالگیرشان نشود و مثل قدیمی در چنین عیدها سرجم شوند و امکان داشته باشند که یکدیگر را به آغوش گرفته و سر خوان با هم بنشینند. در حالی که تدبیرهای ضد کرونا ویروس در کشورهای دیگر سخت‌تر می شود، ظاهراً در تاجیکستان ساکنان خوفی را احساس نمی کنند و به نظر می رسد فاصله اجتماعی و نقاب پوشی از سوی ساکنان رعایت نمی شود. ضمناً به موضوع نوروز در برنامه اخبار آزادی هم برایتان گزارش خواهم داد. بیننده ارجمند که چگونه در روزهای جشن نرخ محصولات آذوقه‌واری در تاجیکستان به یک بارگی بالا رفته است. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر سرخطی رویدادها همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی امروز نشر کرده است، $1 آمریکایی 11 سومانی و 31 درم، 1 یورو 13 سومانی و 49 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 10 درم ارزش دارد. قربی خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قربی رسمی از 1 تا 3 سومانی میتواند فرق کند. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه رادیو آزادی در فیسبوک نشر می‌شود و ثبتش را هم میتوانید آنجا ببینید.